در خیابان‌های توکیو پایتخت ژاپن حاجتخانه‌های سریراهی شفاف و رنگارنگ پیدا شدند. حکومت توکیو تصمیم گرفته است با این کارش ثابت کند که حاجتخانه‌های این شهر یکی از پاکیزه‌ترین ها در جهان است. حالا دست کم در 2 گوشه چنین حاجتخانه‌ها را گذاشتند. دیوارهای شیشگی آن شفافند و داخلش نمودار نیست. تنها بعد از آنکه شخص وارد این حاجتخانه‌ها شد و در را از داخل قفل کرد، دیوار شیشه‌ای رنگ دیگر و تیره تر می‌گیرد و داخل نانمایان می‌شود. این تجربه نخستین توکیو تویلت پروژکت است که برای عملی کردن آن 16 دیزاینر برجسته زحمت می‌کشند. هدفشان این است که اثبات کنند توالت یا حاجتخانه تنها جای تاریک و افلاس نیست، اما فعلا این کار به آنها پره دست نداده است. این زن میگوید به نظر میرسد که بسیار حاجتخانه زمانوی است، اما من در آنجا احساس راحتی نداشتم. این زن میگوید که من بیشتر از حاجتخانه های عمومی استفاده میکنم و بنابراین چیزی برای مقایسه وجود دارد. اینجا در حال دیدن ممکن است که در داخل آن کدام شخصی شبهناک پنهان نشده است. بنابراین حتی اجازت میدیم که کودکانم به آنجا روند. اگر این تجربه موفق شمرده شود، چنین حجره های شفاف و رنگارنگ در تقریبا 20 محل دیگر توکیو نصب کرده خواهد شد. اما برای این ساکنان شهر را ضرور است که نگاه خود را به حاجتخانه های عمومی یا جمعیتی دیگر کنند.